هذه الهجوم الغدارة قد قضى على الأمن والاستقرار في مناطقنا والعمق الاختلاف والشرخ بين المكونات المجتمع السوري من خلال ارتكاب والانتهاكات بحق أبناء الشعب المنطقي. ام هيرو الفيداري بانغازي مال حمو دولتي مي دروا ام دكن ام زاروك خود خازن ام بزاروك مي دست چتا دانا قتل و قتال لیکرن به سجوبه سبب ام زاروک خود خازن ام زاروک وی گلید خازن به سجوبه سبب چی از زاروک ما حتی ناد نیولپ دجمن ده نیولپ چتا ده دجمن ارهابی کرنا انسان و بشر لهمبر ما ام زاروک خود خازن لخواه گرن و زاروک مجی بدنا ما ام باش خاطر شکی نخوازن ام دستلاداری ها نکن با تجاری جی نکرن ام آمر ها نکن ام اون ما على طول تقرکرنا را در باسته کن سبب چیه؟ ام زاروک خود خوازن بوتنا من تنه وایا مد گفت ام براتیا گلاند خوازنه وانا بقدر هات زاری ما برن یعنی نها هیسیرن دستوانده ام جی هیسیر خواد خوازن زاری خوال هیوی باف خوانه ام نها بحزاران لور کون بونه دایی سبی زارو که خواد دگرینه ام جی دبیجن ام زارو که خواد خوازن زاری مهانه بقدر بری چی بخاینتی بری چی یعنی کیر هانا کوف د پاش پشتا زارو که مرا کرن د دل مرا در خستن ام جینها و زارو که خود خوازنه ام تشتی که ناخوازنه ام دبی برا زارو که من جامان گرتی برا رادستی ما بکن